آغاز سخن نام خدا میگویم. سلام بینندگان عزیز تلویزیون آسیای مرکزی، اینک برنامه گنج پریشان خدمت شماست. اگر چندی قبل ما از جوانان تاجیکستانی که مثلا در فدراسیون روسیه و کشورهای دیگر کار و فعالیت میکنیم صحبت کرده بودیم. یعنی جوان در مسائل یکی از جوان دختران در یک فیرم یا که شرکتی امریکایی کار میکرد، حقوقشناس و اقتصاددان. دیگری بایس ژورنالیست اینجا فعالیت میکند، اونم یکی از جوان دختران بود. خب یک جوان دیگری که معرف کرده بودیم در کناسوی ماسفیلم فدراسیون روسیه، یعنی فعالیت کرده است و حدود 11-12 فیلم بنوار گرفته است. و چیز دیگر که امروز معرفی می شود، این جوان دیگری از جمهوری تاجیکستان در یک ساحه بنیاد مهمی خیلی عجیب که اصلا این چیز سالهای اول شد امروز در تاجیکستان هم هست و اما اون مناطقی که اون منطقه که اونجا این جوان با دنیا آمد و فعالیت کرد و صنف 11 ختم کرد جو بنج آمد، اصلا این چیزها اونجا نبودن. و البته دسترسی تا به این صد رسیدن مهمانی که امروز داریم خیلی راه را طی کرد، خیلی مشکلات های را هم دیده بود. امروز در استودیوی ما امیدالله خان هوشیارخانov سال 1998 در یکی از مکتب های اول مکتب 10-21 با مکتب 10 را ختم کرده. بعد با شاید دوشنبه در دانشگاه تکنیکی شاید دوشنبه به نام استاد آسیمی داخلشتان رو ختم کردند و متخصص مثلا مهندس و از این بعد یعنی اونجا فعالیت نکرده به شهر خیلی عجیبی روسیه، یعنی اولا به شهر ساخالین یک گوشه های روسیه، بعدا به شهرک کوریل و بعدا در حدود ژاپن در شهرک هوکایدو اونجا فعالیت کرده است و از این بعد به شهر مسکو آمده است و امروز مهمان خیلی ارزنده ماست. سلام امیدالله خان. خوب من نظر کنید من تا یک درجه درباره شما صحبت کردم که از کجا شروع شده است و کجا با آخر رسیده است. چون وارد مسکو شدیم امروز صحبت از زبان شما خواهیم شنید. یعنی بعد از ساخالین و کوریل و در حدود هوکایدو ژاپن وارد مسکو شدید و من اشاره کردم که رکلام سازی یک چیز بسیار عجیب، یک چیز بسیار نو است و اصلا از کشورهای ما جوانان ما که اینجا هستن خیلی کم به این ربط دارن یا که خیلی کم به این در این مسئله کار میکنن. از چی شروع شد تا به رکلام سازی وارد شدن شما کجا بود؟ خب شروع میکنیم از زمان بعد ختم مکتب عالی. بعد ختم مکتب عالی همون اول مکتب عالی تا به اتمام نرسوندیم، به قوای عربی رفتیم. بعد قوای عربی با دانش رو ادامه دادیم، دانشگاه رو ختم کردیم. وقتی که وضعیت اجتماعی وطن خوب نبود به شهر روسیه یک مرتبه به شهر ساخالین طرف شمال ساخالین در پورت مسکالیو و کار کردم و هنری ما اونجا آوان بوری بود در پورت مسکالیو. بعد وای ما بردم با کوریل کناشیر گفتگی جزیره برای توزیع کردن металлу ай окружающие средства چی میشن؟ طبیعت رو توزیع کردم. تایی 5-6 ماه در کوریل در کناشیر کار کردم. بعد کناشیر و کوریل بعد یک دوستی من گفت که اگر وقتی همی کاری ما که فصلی بود فصل خطی اما فصلش تموم شد، گفت اگر اختیار داری تا 1 ماه 2 ماه برای ماهیگیری با بحر میبرویم. هرچند من شهروند تاجیکستان بودم، من خیلی امکانیت نبود. خیلی یک علاج کردن اون سالایی که با ما
бар барои моҳигирӣ қатиқчон амра кардан. یعنی این معنی که استراحت رفتید که استراحت نه این ماهیگیری یک برای کار ماهیگیری در اونجا فروختن نه اما پارا کشتی‌های کلانی که دارن با در حدودی خودشون سیخ دارن اما و تیار میکنن بعد وای به در خونه خبردار نکردیم کجا میریم قدمونا تو تایسی ما در خاکاید موندیم بعد خاکاید اومدیم به وطن خیلی خلاصه برآوردم که در شهر بیگانه وقتی که همین شهروندی دولت نباشه عذاب و عقوبتش بسیار وقتی که دویم بار سفر کردم به ساخالین پیش خود مقصد موندم که اگر امکانیت شود شهروندی همین دولت بگیریم بعدی وای من شهروندی دولت روسیه گرفتم به شهر مسکو اومدم وقتی که به شهر مسکو اومدم من در مغازه کارگری مغازه بودم فروشنده هرچند که من معقول نبود فروشندگی در جستجوی دیگه کارو برای که من مهندس هستم برای فروشندگی و مهندسی دو چیزی گوناگون بعد با می سوای رکلام یک ژورنال خریدم امی نامری که چی کاری که بود زنگ میزدم و با کار قبول میکنیم و میگفتن که امی تجربه دارید امی کسی میگفت راستی میگفتم ندارم میگفتن نیما قبول نمیکنیم بعد خیلی شد گفتن که تجربه دارید راستی گفت دروغ گفتیم داریم گفت چقدر تجربه دارید گفتیم 6 ماه گفتن خب بیایید آوردم امی سوای رکلام اول در نظر من وحشیانه میرفت اما این چیزایی چرا خوی این چیزایی من این نازکیایی که دارد با من بیگناهی میکردم در مدت یک هفته خیلی همین مختصر گریم یک هفته نمیگم که من بعد درجه عالی میفهمیدم که همون چی لوازمات با چی در کار چی در جامعه در کار بعد رفته وسیع‌تر چقورتر خیلی امروز به می اولاد آمدیم خب دوست ببین من نخستین کارخانه که شما رفتید چی بود این کیا اونجا کار میکرد امروز کی کار میکردید امروز اونجا همه شهروندای روسیه بودن از دولت‌های همسایه ما هم نبود نه قرقیزستان نه ازبکستان نه تاجیکستان یکم کس نبود یک خودم در مابین پیام و همین تاجیکستان بودن خب چخیل یک شرایطی من نظر کنید مثلا من امروز یا پگاه یک جا ثبت میرم در شهر مسکو مرا در هر جا هر خیلی میکنن من راست میگم هر جا هر خیلی چون میبینه که شهروندی اینجا نیستی یا که زبان هندک دیگر خیلتر است تجربات زیاد هستند مثلا شما چه خبر شید در اینجا شرایط اولی استاد شما گپ شما حق اما من خیلی وقتی که من قبول کردن خما نگفتم که من کی در کجا خوندگی ما اومدم کارگر عادی کم و بیش من داشتم تجربه الکتریکی گوییم تجربه منتاژنگی تجربه که من در دانشگاه خوندگیم حساب و کتابی تکنیکیش میفهمیدم نه که خیلی راستی خودم نمیدادم که من خیالم است بعد وقتی که اول گفتی شما که خاطر معامله همه خوب نبود رفته وقتی که ویا کار دیدن وقتی که مناسبت ما دیدن سال به سال رفته گرمتر و خوبتر و بهتر شد من نظر کنیم اینجا بعضی من اشاره هستن که کجا شما مثلا کار هستید این مسئله است یک جای اینجا نشون داده بودن در سیک روسیه یعنی مرکز انتخاباتی روسیه اونجا فعالیتون است اینجا یک جاست در نزدیک کرمل وایتون است فعالیتتون است تا کدام درجه با شما باور کردن که به اینجا شما میفرستونید و اصلا کدام راه شما رسید به اینجا اصلا نمیفرستونم برای که من آدم مرکز انتخاباتی کمیته مرکز انتخاباتی روسیه اونجا
نه اینکه نمیپسونن بلکه همی نام و نسبتون که غیر رو ممکن نیست. هرچند که کار بسیار نازک و بسیار قیم بود و یا یکدیگرشون خیلی مناسبت کردن، گفتن خیلی متخصص است، نه که وای شهروندی دولت است، نه که ملتی وای دیگر، بعد نه وای کردن، قبول کردن، اجازه دادن، رفتم من همین مانیتورینگ اما همون زیباگیشون با اونو سپاریدم. بعد این بود بازی المپیاد زمستان 2014 که در رسید سوچی و هم خیلی برای یک پروپوز کردن برای نام من بسیار عذاب و وای بود از روبروی ما باز در علاقه بر اومدن که ای ما است من ملتش دیگر نه که شهروندی رسی است با ما امی ضرور برای که ما نمیتونیم دیگر و تا یک هفته دیدن 26 فوریه بازی المپیادی سر شد، من 27 ینور در سوچی بودم تا در روزی بازی المپیادی همش اشتراک کردم. من چندین گاستینڅو هتل و خودی مرکزی بازی که مغازه‌ای که لباسای همی ورزشی باسکو میگفتن همون دم بالاش من خودم همون رکلاماششون دادیم. باید برای بینندگان یک چرا اشاره میکنن بیا نظر کنیم که چی مشکلاتی بوده است اگر آدم نوابسته از اون که معلومات داری یا نداری یا که زبانی روسی رو میدونی یا نمیدونی، حتی نوزوکای زیاد دیگر هم هستند که ملت این هست یا نیست. برای همین عموما ملت تاجیک، عموما جوانان تاجیکستان امروز تا یک سطح بلندی قابلیت دارن که در واریدن به این یا آن کشور در داخلی اون ملت یا که اون فرهنگ بسیار تیز جا می‌یابند و این باعث خصوصا نیست. و چیز دیگر برای معلومات سالهای قبلی تاجیکستان من اشاره میکنم که کسانی که سالهای قبلی در تاجیکستان معلومات گرفته هستند، یعنی اونها امروز فرق میشن، یک سطح معین زباندانی، یک سطح معین کاریابی و امروز در فدراسیون روسیه در این کارگاه یا که اون ماسفیلمی که من قبلا اشاره کرده بودم یا که اون شرکت‌هایی که من اشاره کردم کار یافتن خیلی مشکلات هست، خیلی مشکلات بخصوص با جوانانی که خودشون تنها یعنی به اینجا سفر میکنن، نه از یک یعنی سیمخانه دانشجویی برآمده به اینجا اومده است، خیلی مشکلات زیاد است. خب میریم به سراغ چیز دیگر. خب تا امروز شما در کدام کارخانه‌های دیگر دارید چی کار فعال میکنید؟ مقصد با ساختن رکلام. خب به غیر من کارخانه معرفی گیریم اگر کریمل من بسیار چیزا من ساختگی وزارت کارهای داخلی من یک وقت ایوایو روزی همی باقاعدگی جشنگیری روز میلیسیا اکسوم هم هستم. باز следственный комитет Российской Федерации ما اونجا اشتراک کردیم. خیلی معرفیش هم بغیر این همه بانک‌هایی که در روسیه هستن، چیزی بر بانک و چی بانک روسیسکی که همه و مغازین‌های طلای کلان که من آدم است همش من اشتراک کردم. خب دوست به نظر که خیلی سال خیلی تا کدوم درجه امروز یک پیشرفتی در کاراتون است نسبت به سالهای دیگر، اون چیزی که نوارد شدید و اصلا یک وقت فکر بود که شما به این سطح به این درجه میرسید؟ نه یک وقت فکر نبود، من باوری نداشتم که رکلام خودش چیست. وقتی که خدایی راستی گپ کسب من در من معقول شد. هم مهندسی خوندگی من که من مهندسی کوکور باقی کوکور نه در وطن و نه در وطن نیست و چی به می شغل شدگیم خیلی من در مدت قریب 6-7 سال بسیار چیزی نازکی که از اول تا آخر یاد گرفتم. من بسیار خوشحال هستم که بسیار ما در وقتی یک صحبتی که امروز در کارخانه‌تون و انشالله این صحبتی که امروز یکی از کارخانه‌ای که امروز اینجا امراخان کار میکند با راهبرشون خانم با فکرم ایکاترینا صحبت کردیم، انا برایش ما نشان خواهیم داد. خوب در اونجا شما اشاره کردید که معلمی اولتون ایکاترینا بود. وقتی ما از ایکاترینا صحبت کردیم
و گفت که نه معلم ما امروز خون است. چی منو داره دینه؟ خیلی من راستی گپ پوستم میبخشید منوی گپ زدم که خیلی من خاکساری رو نمیبینم. من بسیار بیزیب میشد که میگفتم که من معلمی هستم. من همین برعکسش گفتم که معلمی من است که نه و چون بسیار زنه که ام علمان ام ای طرفه با خبر خیلی خوش. و منوی معلمی ما چی است وقتی که این شرکتی که اونا کشو داشتن ما جایی که ما شما بودیم این شرکت فقط پیچت میبرد فقط چیزی که پیچت است با ما کارخانه و цехی که عرف سازی و دیگه لوازم وقتی که اومدم اینا نیومدگن امی کار اینقدر به خبر و وی نبودن من چند سال که کار کردم امکانیت همین چیزی که به قوای ما بود یادشون میدادم چی کردن در کار سمیت ساختن همه بیو برای هم گفت که این معلمی ما چون اشاره کردیم که آقای امیدالله خان یکی از هموطنان ما در یک کارخانه رکلاموی یعنی فعالیت میکند کارخانه که ورقهای رکلامی خیلی بزرگ در اینجا در این کارخانه یعنی چاپ میکنه یا که نشر میکنه و بعد از این تقسیم به کارخانه‌های دیگه یا که به اداره و دولت‌های تمام روسیه یا که یک قسمت منطقه فرستاده میشود. از ما وارد میشیم در این کارخانه‌ای که اینجا این هموطن ما کار فعالیت میکند. خیلی عجیبه، خیلی دستگاه عجیبه. اگر اشاره به اون بکنیم که مثلا امروز این فرزند تاجیکستان اینجا فعالیت میکند در گذشته امروز هم در تاجیکستان این خیلی کارخانه اصلا وجود ندارن و در گذشته یعنی 70-80 سال اتحادیه شوروی اصلا درباره این چیزا حتی فکرم کردن نمیشد که آیا روز فرزندان تاجیکستان از وطن بیرون پریشان میشن و در این کارخانه‌های بزرگ فعالیت میکنن. اکنون وارد میشیم اینجا در داخل اون طرف اونجایی که آقای امان‌الله خان کار میکند. میریم داخل. سلام دوستی عزیز. چی نام دارد این دستگاه؟ این دستگاه با زبان روسی اگر بگیم شرکت مشتب نیپچت یعنی چوپی بزرگ رکلامای بزرگ. خوب اصلا بیاد صحبت کنیم. یعنی شما امروز اینجا فعالیت میکنید. نظر میکنم در گذشته در تاجیکستان این خیلی چیزی اصلا وجود نداشتن. خب چی عجایبی اینجا هست؟ چی مشکلاتی بود حوالی که نزد این دستگاه اومدید؟ این دستگاه بدن این دستگاه شکل این دستگاه همچه انسان همچه رگ و پای انسان واری مغز اساسی این در درونی کامپیوتر اونجاست بدیم. چی نقشی که میگذارید با واسطه رنگ چی نقشی که دارید با واسطه رنگ اما میآفره. من هم مثال میگیریم حالی من از نقش کشیده ایستاده است برای این نقشایی که خب هر چیزی که در کامپیوتر گذاری اینجا این چاپ میشه. درست است. در حال حاضر خیلی چی چاپ میکنید اینجا؟ اینجا چاپ چی روسیه باشه گپ زد میشینه. برای که بیشتری نمایشون روسیه ان. بیشتر چی چاپ میکنیم؟ اساساً برای رکلامای مغازه، بانک رکلامای منای جای جمعیتی و مثل ادمنستراسیا و مثل همین چیزی که در این شهر وجود دارد و من درست میدونم به رکلام روز پیشرفت کردن خیلی مشکل است. طرز آموزش یعنی دراز مدت بود یعنی کی تسکین نوکی در اومدید یعنی چیزی عجایب است. چند مدت این از خود کردید؟ من راستی گپ استاد در مدت یک هفته این از خود کردم. یک شب و روز دمی کار کردم. کیا استادا بودن؟ استاد من اکاترینا. نخال نزدیک میریم ان شاء الله. انسانی که من یکم بار خدمت هم کاری رو سر کردم. بعد همه چیز همینا رو من خودم جستجو کردم که همین یاد بگیرم. خیلی خوب باشه یاد گرفتم. اکاترینا سروری کارخانه. سروری کارخانه. اکاترینا که نام بردن آقای حمیدالله خان این رهبر این کارخانه رئیس کارخانه است که الان از شما میریم صحبت میکنیم. با من یک چیز عجیب است. در بیشتری جایی که ما میریم صحبت میکنیم نزد مهاجران ملتی نزد اون فرزندانی که امروز در اینجا به حیث ارکش شهروندی روسیه خدمت میکنن شکایت از اون میکردن که
بیشتری وقت به ما میگفتن که شما از دفعه دیگر اومدید جای کاری مردم روس را در مسک گرفته هستید و شما میخوایی شما است یا نیست که نه حقیقت استا گپ در خلقیت مردم نیست، گپ در خودی آدم است. چقدر که همین استای هر یک کار باشید و فرق نیست شما که با ملت شما کی است، شکل شما چی است، ایده فرقیت نیست. خوب درست است. این چی نمود دارد، این چی نام دارد؟ این برای پیچت کردن محصولات ای کاغذ. خوب این برای از کاغذ؟ نه من این کاغذ. خوب این از برای که حجم کاغذ از 1 متر تا 30 سانتی متر دمی جا میشه. این محصولات برای از کلیونکا بانر از اینجا بانر رو میسازه. بانر این از متریال پلاستیک. این برای که بسیار کلان تا حجم 200 متر با 300 متر پیچت کرده میشه. من پارچه با واسطه من این یک لوازمات دیگر چسبیده میشه. خب این لازم اشاره کرد که این یعنی به اینجا چیز پیوستگی داره. این چی است؟ این وقتی که مقصد به ما حجم کلان در کار تا 200-300 متر این کارگاه این حجم رو یک بار چوب کردن نمیتونه. پارچه چوب میگردی لوازمات که امو پارچه رو با یک دیگریش پیوست میکنه. آها نه جدا به پیوست میشه. جدا پیوست میکنه. یعنی بعد دستات بزرگ میشه. خیلی خوب. خب این چی است اینا؟ من این رقم تلفن شد اینو باشن یا چی؟ شماره تلفن. این برای اشاره کدام من می پرمیشن ارنده میدادی. این نام رقم تلفن و من این پیچت کردگی بچه‌ها این میبرن تیار میکنن. بهترین. بیا دوستی از شما خودم سلام کنیم. چخیل کار اینجا است؟ چند سال کار میکنید؟ قریب 1 سال شد. از کجا یاد گرفتید رکلام رو؟ اومدم грифтем یاد گرفتم. رحمت سلامت باشید. Конечно, очень громко сказали на тему того, что Катерина является первым учителем, потому что Алик для нас, ну, во всяком случае для меня, я бы сказала, что он является для нас неким учителем, потому что он ведет свое направление и намного больше знает, нежели чем мы, поэтому он нам подсказывает. А вообще, конечно, я хочу сказать, что как характеризовать как личность этого человека, конечно, он обладает такими прекрасными качествами, как порядочность, исполнительность, надежность, что самое важное, потому что, получив то или иное задание, конечно же, я могу быть совершенно спокойной о том, что это всегда выполнится в срок и в качестве, в надлежащем. Поэтому я доверяю как и себе. Вот. И вообще я хочу сказать, что в нашей компании, ну, наверное, нет такой жесткой иерархии, поэтому у нас, скажем так, коллектив такой теплый, дружный, и мы общаемся на одном уровне. Вот. Поэтому, мне кажется, именно этот момент является таким положительным для развития, вообще для сотрудничества, потому что за счет таких вот, я не знаю, ну, душевных, наверное, качеств и общения на одном уровне позволяет нам слышать друг друга, не обижать и развиваться дальше. خوب در کارخانه که ما اینجا کنیم که اصلا جوان تاجیکستان بود هستن جوانای تاجیکستان. خیر من راستی گپ در کارخانه من بسیار کم وقت من بسیارتر در دیگر جا به این کارخانه ما وقتی همو ضروری میایم بعضی وقت اهمیت نمیدیم. من اون روز رفتیم بچه‌ها شهروندای تاجیکستان بودن کار میکنن. در یک قسمت عکسایی که حالا شما میبینید آقای اوشیارخانوف در حالت کاری خود میباشد. این عکس‌ها اثبات از آن هستند که این فرزند آبرومند وطنی خود امروزها در نزد همکارانش با صاحب احترام و صاحب فرهنگ بودن خود آن سطح بلند جامعه که در آن تربیت یافته است معرفی میکند. آقای اوشیارخانوف توانسته است که طول این سالهای که در این کارخانه به حیث اول کارمند و بعدا سرور کارخانه کار کرده است همچون یک شخص آبرومند خود را معرفی نموده است. آره اینجا تابلوهای رکلامی که در کمیته مرکزی انتخابات روسیه، وزارت کارهای داخلی روسیه اطراف زیباترین منظره کرمل آویخته است.
رنگارنگی این تابلوهای رکلامی که شما میبینید این از استعداد بلند کاری و تجربه زیادی آقای اوشارخانوف درک میدهند. ما با این برادر عزیز در پیشرفت کارهایش در آینده دور و نزدیک رشد و رواج کار و سربلندی آرزو میکنیم، چون صاحب احترام بودن هر یک فرزند تاجیک در این یا آن گوشه و کنارهای جهان این نشانه صاحب احترامی ملت آن را نشان میدهد. چه نقش ها عظیم و بد هستند؟ از یگان نقشه گذاری دارید؟ خیلی جوانم هستید. خوب چه یگان کارخانه‌های خصوصی ترک شدن؟ مستعد نوک شده ایستاده اسلام کارخانه خصوصی خانه اینقدر بزرگ کم حجمی 3-4 کارگر. خیلی آستا پیش یعنی در این مسئله رکلام؟ در مسئله رکلام در خدمت مرکز شهر خیلی تایی من 4 ماه نوک شده. ولی پیشروی خیلی انشالله استاد رفته است. ولی هم در کارخانه کار هم اونجا. من به نظر کنید یک چیز رکلام سازی مقصد یکم که اینجا من نظر میکنم خوب صفات خیلی زیباست. و چند اونجا هم که دیدیم طرز چوب کردن و طرز من دستگاه‌های بسیار خوبی زمانوی هستن سیستم کامپیوتر شده. آیا مناسبت‌هایی ندارید یا که نمی‌خواهید که در تاجیکستان به اون کارخانه پیوست شوید؟ اونجا یکم چیکار شوید یا که من نمی‌دونم. پس اشاره من یکیش میگم که اگر امروز در تاجیکستان دوستانی که ما رو متوجه میکنن اشاره به چی میکنم؟ امروز قسمت زیادی نوبسته اون که در رکلام است، نوبسته اون که در این یا مثلا همون فیلم که فیلمی که ما گفتیم یا همون شرکت‌هایی که ما گفتیم یا من امروز کارخانه رکلام سازی که ما گفته ایستادیم. مرحمت اگر کسی مثلا از تاجیکستان از شهر دوشنبه یا که از شهرهای کلان کولاب و خوجند و خاروغ خواهد همکاری کند با فرزندان خودشان با هموطنان خودشان البته خیلی خرسند میشن. یعنی برای چی؟ برای کشاده داشتن کارخانه‌شان اونجا یا که برای کمک کردن یا که برای ساختن از اینجا فرستادن. حتما اگر شما در سایت تلویزیون ما تندازات که تلویزیون نوشته ساعت 24 کام این در همه در کامپیوتر هست در اینترنت هست اشاره کنید حتما جواب خواهید گرفت یا که شماره تلفنشون هست ما با شما حتما پیوست خواهیم کرد. خوبه داخل ایجادیات هم هیچ منویسید؟ با یاد میاد وطن میگید؟ استاد شما درست گفتید وقتی که علم چه یک یادی وطن میگه یک یادی وطن یا یک علمی که میشه در وجود آدم ایجادیات پیدا میشه. داریم کم ایجادیات داریم. دو سه مثال چیز دارید بشنم خونه دارید؟ خیلی درباره وطن جایی که من تولد شدم جای تولدی من قشلاقی هم است. درباره همین قشلاق خیلی شمختم با شما معلوم است. قشلاق یگانه‌ای که ما به زبان فارسی گپ میزنیم. من مبارک منطقه در میان ما زبان فارسی گپ میزنیم. من مبارک وخانی با همه معلوم است. کوان سالین ترین آدمی اگر شوروی من بابا کلانی ما تیتان قلم نبی 100 چند سال از دنیا رفتن 118 هر خیلی میگن 118 کجا 120 میگن. برای ما برای همی وطن دیوتون رکلامه کردید که نمیشه بیش درباره هم دیگه خودم یک مصرع شعر دارم که خون نافم ریخت در یمک منزلی سنگینم در آن جای نماز و کردگارم لطفی وزمینم در آن سو به صادق دود روان که حالا خندود خفته است قرص و قند و سرنه سور بوی نانم در آن هرچند آواره دنیا هم لیک نیست از او فراموشی او به شیر آمد من یک وجدان و جانم در آن. خیلی خوب یعنی اشاره به کم از چیزای کلاسیکی هم داره. خیلی خوب میریم به سوال چیز دیگر. رکلام ساختن یا که یک رکلام کردن این یا اونجا خب چی شما مقصد حسیات در شما وقتی که مقصد در این کار میکنید قناعتمند هستید از این کارتون یا که ممکن رشته دیگر میرفتید درست میشد که اصلا کار کردی کو میرفتید؟ کار رکلام هم در خونی من در آمد
برآمدن از این کار پدرود گفتن نمیتونم. بسیار شیرین است. روز به روز جایی بود. هر روز از چه که وقت رفته استود است. من این لوازماتی که نو از خطای پیدا شده استودن موای با کمتر وسیع‌تر کرده به یگان چی توغری میکنیم. برای همین این کار یک نازکی ام آسان و ام خین هستن. من بعضی کارخانه‌های دولتی که کارخانه‌های به زبان روسی سیتی‌وی میگن، یعنی مشهورترین که در چندین شهر و در چندین دولت‌ها هستند. مقصد ویا وقتی که ایما طلب میکنن امو ساخته امو رکلامه ویا اگر جوش میشد که 5 میلیمتر اگر نورسایی باشد که با چشم نوعیون است امون قبول نمیکنن. برای همی همه خیلی کار که چقدر که او شور چقدر که همه هر یک میلیمتر حساب کتاب شده دونستن در کن. خب ام داخل اساس ده گفتی اینکه نرمک وقت به پایان میرسد. من شمالی خیلی جوانید با جوانانی که امروز در روسیه هستند و جوانانی که من اطمینان دارم که خیلی جوانان با این طرف میخوان که بیاین کار کنن فعالیت کنن تا مثلا یک درجه با پای ایستادن و زندگی را درست کردن، چی مصلحت‌ها میخواید دادن؟ من با جوانان با هموطنان جوان خدمت مصلحت میدم که کجایی که نباشید در کدام دولتی که نباشید حرکت کردن در کار. اگر دانشجو باشی حرکت کن، دانشجوی بهترین خوبترین. وقتی که آدم حرکت میکرد همون پایه و همون زینه میرسد. با کدام دولتی که نیوید سر اول برای اولش برای خود رو نشان دادن، معرفت خود رو. برای چی از این مثلا چه که استاد شما تعیین کرده جایی میگن که شما اومده تا تاجیکستان خیلی کرده. ما مقصدی گفتاری ما چه که وقتی که آدم معرفت و اون رو وقت نشان تیاد یک تا نشان یک تا 100 تا هزار تا نظر این خلق با ما دیگر خیلی میشه. برای همین با جوانان میگم که با کدام دولتی که نباشید دائم حرکت کنید بهترین باشید در نظر من. بعد انشالله نام ملت ما هم پیش میرد و نام دیگر ما هم پیش میرد. بهترین دوستی عزیز حمدالله خان تشکر میکنیم چون شما اشاره کردید که وقتتون خیلی تنگ است. ما امروز این ساعت شما رو دعوت کردیم برای اومدنتون برای صحبت کردن انشالله با دوستانی که از اون طرف امروز مثلا نوارگنای ما هستند شما رو تماشا میکنن. تشکر برای شما که وقت خدمتتون رو صرف کردید به اینجا آمدید. و برای شما از نام هیئت ایجادی اینجا از نام ریاستی تلویزیون ما پیشروی ها رشد و رواج کار برای شما هر جا باشید فرزند ملت و فرهنگ و تاریخ خود باشید. دست میگیریم. خب اینجا دوستان عزیز بینندگان خیلی ارجمند نرمک برنامه به پایان میرسد. من در این صحبتی کوتاه چی به شما خواهم گفت. یعنی به نظر کنید مدتی قبلتر ما بهترین ساختمانچی بهترین دیواربندی از تاجیکستان فرزند تاجیکستان معرفی کردیم که در 8گانه بهترین دیواربندان روسیه داخل شده است و در منطقه اورال جای قرار گرفته است. از اون به بعد ما اشاره کردیم یکی از جوانانی که مثلا در ماسفیلم حدود 11 فیلم مثلا نوار گرفته است و از بعد ادامه داد کارهاش و امروز در یک ساحه خیلی پیشرفته. یعنی هیچ یک کارخانه به رکلام پیش رفتن نمیتونن. یعنی اونجا هم امروز فرزندان تاجیک و فرزندان تاجیک است باعث راهبری هستن و باعثی که کارخانه خودشون امروز دارن که حدود 4-5 نفر زیادشون کار میکنن. یعنی در حدودی رکلام سازی مسکو صاحب کارخانه خود بودن و 4-5 نفر کارگر داشتن خیلی سطح بلند است. این چی میگه؟ این امر نشون میده که یعنی سطح بلندی همون ملت همون خلقیت صاحب فرهنگ بودن، صاحب آدابی خوب بودن، صاحب فهمش و دانش خوب داشتن است.
یعنی این آن را نشان میدهد که آن جامعه‌ای که این دوست عزیز ما بزرگ شده است خیلی جامعه پیشرفته بوده است. آن خاندانی که اینجا بزرگ شده است، پدر مادر خیلی بزرگوارشان را به این صدر رساندن، خیلی مردم عالم و دانا بوده هستند. اینجا برنامه ما به پایان میرسد. خداوند یار و مددگار شما باد.